تو رو خدا نزن بعد. این وضعیت اتاق منه. وقتی که طلا گرمی 4 تومن بود، مامانم همه طلایشو واسه من فروخت تا بتونم آنلاین شاپ بزنم و اکسسوری بفروشم. منم به امید اینکه روزی 2 برابر اون طلاها رو واسش میخرم شروع به فعالیت کردم. ولی حدود 300 تا پست گذاشتم و هیچ کدوم دیده نشد. حدود 6 تا پیج زدم و پاک کردم، هیچ کدوم وایرال نشد. من که تنوع کارام از بقیه جاها بالاتر بود و قیمتم از همه جاها کمتر بود، ولی هیچ کس راضی نشد از من خرید کنه. هیچ کس بهم اعتماد نکرد و من موندم و ضرری که به وجود اومده و شرمندگی که در برابر مامانم داشتم، تا بلکه بتونم فقط یه تیکه کوچولو از اون طلاهایی که از دست دادیم و برگردونیم. ممنونت میشم این پست رو واسه هر کس که عاشق اکسسوری بفرستی تا به من کمک بزرگی کنی تا بتونم ضرری که به وجود آوردم و جبران کنم. تو رو خدا نزن بعد. این وضعیت اتاق منه. وقتی که طلا گرمی 4 تومن بود، مامانم همه طلایشو واسه من فروخت تا بتونم آنلاین شاپ بزنم و اکسسوری بفروشم. منم به امید اینکه روزی 2 برابر اون طلاها رو واسش میخرم شروع به فعالیت کردم. ولی حدود 300 تا پست گذاشتم و هیچ کدوم دیده نشد. حدود 6 تا پیج زدم و پاک کردم، هیچ کدوم وایرال نشد. من که تنوع کارام از بقیه جاها بالاتر بود و قیمتم از همه جاها کمتر بود، ولی هیچ کس راضی نشد از من خرید کنه. هیچ کس بهم اعتماد نکرد و من موندم و ضرری که به وجود اومده و شرمندگی که در برابر مامانم داشتم، تا بلکه بتونم فقط یه تیکه کوچولو از اون طلاهایی که از دست دادیم و برگردونیم. ممنونت میشم این پست رو واسه هر کس که عاشق اکسسوری بفرستی تا به من کمک بزرگی کنی تا بتونم ضرری که به وجود آوردم و جبران کنم.